نکته مهم به درس مهمی که در حج هست در داستان ابراهیم علیه السلام است، فرمانبرداری از الله و رسول است بدون چون و چرا. الله گفته فلان کار را بکن، چشم، آمنا سلمنا. الله گفته که پسرت قربانی بکن بدون تردد، نه پسر نه پدر تردد نمی کنن. الله سبحانه و تعالی گفته حج بکن، همه دنیای تو رها میکنی میری به حج. الله گفته که فلان روز در فلان جا برو وایستا، میری در اونجا در میدان عرفات وای میستی. الله گفته شبش در مزدلفه بگذران، میری در مزدلفه میگذرانی. الله گفته که روز بعدش برو در منا قربانی بکن، میری قربانی میکنی. این کاکلا و موهایی رو که ما چقدر به او اهتمام میدیم، شانه میزنیم، جلهای رقم استفاده میکنیم، شامپو بخواد یک تار مویش بریزه موی داره میریزه، ویتامین استفاده بکن، فلان استفاده بکن. میری این موی به این زیبایی رو که به تو قیافه زیبا داده، تو رو چقدر قشنگ کرده، چقدر مردم چه خوب موی داره، میری این مو رو دسته با تیغ میتراشی. این یعنی چی؟ یعنی پروردگارم گفته که تو موی تو بتراش، چشم میتراشم. زیباییم در اینجا برای من مهم نیست، این که مردم به من بخندن، این که مردم به من بگن شکل قوارش چی شده، این مهم نیست. مهم این است که من دستور پروردگارم که امروز صبح بعد از قربانی کردن به من گفته باید موهای خودتو بتراشی. یعنی حج مدرسه است که انسان رو تعلیم میده به توحید، گفتیم شعار حج، تعلیم میده به فداکاری و ایثار و قربانی کردن هوای نفس، قربانی کردن. انسان رو تعلیم میده به این که انسان یعنی امر الله و رسولش رو عملی بکنه بدون چون و چرا.